من نگین هستم که وقتی میخواستم محیط کارمو عوض کنم دنبال این بودم که ببینم حالا میخوام با یه شرکت بزرگ و یه برند بزرگ و مطرح کار کنم و توی یه تیم بزرگتر حضور داشته باشم یا اینکه نه توی یه شرکت کوچیکتر باشم با یه دغدغه‌های متفاوت‌تری. بچه‌های فلانجا اصلا سمت بچه‌هایی که اونجا کار کردن نرو. تو وقتی که میگی من مثلا مدیر دیجیتال مارکتینگ یا مدیر سوشال فلان چیزا میگن چی؟ بعد چی کار میکنه؟ چی هست اصلا؟ خب اون فرد اصلا تو چه برهه‌ای از زمان به اون برند پیوسته. منو مصاحبه میکرد گفتش که چه جالب شما دانشگاه تهران درس خوندین؟ تمام کسایی که اینجا کار میکنن دانشگاه تهران درس خوندن. و ناراحت نمیشی اگه یه برند ناشناخته بیاد بهت پیشنهاد کار؟ خانم دکتر هد کل مجموعه‌اند و من در جایگاهی نیستم که بتونم این تغییر رو انجام بدم و ایشون این تایم خالی‌ان. تو دیگه باید من اینطوری بودم که خب من نمیام ببخشید که مزاحم وقت خانم دکتر. جلسه مصاحبه عنوانش کردم و گفتن که قبل از اینکه مثلا قضاوت کنیم شما رو خودت توضیح بدی درباره این کاری که کردی. سلام، من سارام. به قسمت جدید اتاق کار خوش اومدین. سلام، من صدیقه هستم. اینجا دوباره اتاق کاره. به اتاق کار خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به دغدغه مهمونمون نگین پازوکی باهاتون صحبت کنیم. احتمالاً دغدغه خیلی از شما هم هست. من میذارم موضوع رو خود نگین بعد معرفیش بگه. این دیگه تعلیقمونه. سلام، من نگین هستم. خیلی خوشحالم که توی این قسمت اتاق کار مرسی پیش صدیقه جون و سارا جون هستم. دغدغه‌ای که میخوام مطرحش کنم موضوعی که بارها با اینکه چندین بار تجربهش کردم سراغم اومده و اینم همکاری با برندهای بزرگ و یا شرکت‌های کوچیک‌تر و کسب و کارهای کوچیک‌تره و اینکه همیشه تو چالش بودم که وقتی میخواستم محیط کارمو عوض کنم دنبال این بودم که ببینم حالا میخوام با یه شرکت بزرگ و یه برند بزرگ و مطرح کار کنم و توی یه تیم بزرگتر حضور داشته باشم یا اینکه نه توی یه شرکت کوچیکتر باشم با یه دغدغه‌های متفاوت‌تری و همیشه این چالش رو داشتم و اینکه با اینکه بارها میگم همه‌شو جفتشو تجربه کردم تو سایزهای مختلف اما باز میخوام یه انتخاب جدید داشته باشم خیلی برام سخته که ببینم کدوم. بذار از اینجا شروع کنم. من خوش آمد بگم چون که بین حرفت نپریدم و برام خیلی جالبه این موضوع که مطرح کردی و میخوای راجعش صحبت کنی چون دقیقا فکر میکنم که دغدغه همه باشه دیگه بر انتخاب شغل، اون ولای برند بودن و حالا اتفاقای دیگه. خوش اومدی واقعا. از اینجا شروع کنیم که چی کار میکنی الان، کجایی، قبلش کجا بودی، اینا رو یه کوچولو توضیح بده بعد برسیم به دغدغه. الان در حال حاضر کمپین اسپشیالیستم توی اسنپ مارکت پرو که یکی از ونچرهای اسنپ هست و کسب و کار بی تو بیه و خب حوزه فعالیتش هم محصولات FMCG و سوپرمارکتی هستش. اما قبل از اون اگه بخوام تقریبا از اولش بگم من بیشتر با استارتاپ ها شروع کردم و با ساختن از نو، یعنی از صفر و همین یه حالا روحیه‌ای بهم داده که بعضی وقتا که همه چیز خیلی یک نواخت و از پیش تعیین شده پیش میره یه ذره منو به چالش میکشه چون توی فضاهایی که کار کردم همیشه در حال بدو و تکاپو و ساختن و هر وقت میرفتیم سراغ یه چیزی نبود که از قبل کسی نبوده انجامش بده و حالا الانم که کسی نیست انجامش بده پس کی باید انجامش بده؟ نگین. یعنی با اینکه روی روال باشه کارا خیلی حال نمی‌کنی؟
بعضی وقتا خیلی دوست دارم ولی عادت ندارم بهش. بعضی وقتا سورپرایز میشم مثلا داریم همچین چیزی. آره من ابتدا با یه شرکتی کار کردم به اسم هایپر تایر که اون تو زمینه لاستیک خودرو بود. از اون که یه دوره تقریبا کارآموزی و اینها رو گذروندم، تو حوزه محتوا شروع کردم. رفتم توی یه استارتاپی به اسم پینووا که در نهایت فیل شد به دلیل حالا سرمایه گذاری که نتونست مثلا هزینه ها رو تامین کنه. پینووا یه پلتفرم بود که بین حالا معمارها و کسایی که توی حوزه دکوراسیون داخلی و معماری کار میکنن و ارتباط بین حالا کسانی که مخاطب این حوزه هستن، حالا چه کسانی که متریال میفروشن، چه کسانی که به عنوان حالا یک فرد عادی دوست دارن ایده کسب کنن، ببینن که مثلا اگه میخوان دکوراسیون یه جایی رو تغییر بدن خودشون چه جوری میتونن انجام بدن، و اهل فن که خود معمارها و سازنده ها بودن. بعد از اون که حالا 1 سال خورده‌ای ما در حال ساخت و ساز بودیم، از اونجا کم کم فاصله گرفتم از اون حوزه. باز تو صنعت ساختمان موندم، اما با یه برند کوچیک‌تر که توی کار تولید رادیاتور و حوله خوشگون استنلس استیل بودن. یه برندی بودن که سنتی بود، دیریزل، و میخواست که وارد فضای دیجیتال بشه و حالا متناسب با اون چالش هایی که اینجا یه چالش دیگه اضافه شد. علاوه بر اینکه حالا برند کوچیک بود و حالا قبلش ناشناخته بود نسبتاً، فضای سنتی هم حاکم بود دیگه به قضیه، هم کوچیک بود هم سنتی بود و با اینکه بسیار مدیرای مدرنی داشت، مثلا تحصیل کرده بودن، خارج از ایران تحصیل کردن اومده بودن میخواستن کسب و کار راه بندازن، اما باز این کانسپت دیجیتال و اینکه کسب و کار تو توی فضای آنلاین، فضای دیجیتال بخوای توسعه بدی، باز هم خب ناآشنا بودن با این موضوع و همه چیز از یه آگهی مدیر محتوا شروع شد، اما به یه تیم 14-15 نفره بعد از مثلا 1 سال رسید. یعنی اصلا در جریان این که فکر می‌کردن مدیر محتوا میخوان، ولی انقدر قضیه جذاب بود، خود اون ساخت اون برنده و دغدغه‌های اون آدم انقدر که جذاب بود، همکارم و من خیلی مشتاق دوست داشتیم که اون برند رو بسازیم. واقعا اول نفر بودی که به اون تیم اضافه شدی بعد از مدیران؟ نه مثلا حدوداً خب توی فضای کارخونه که خب افراد بودن در حال ساخت و ساز بودن. 5 سالم بود که اصلا برند داشت فعالیت خودش رو انجام میداد. تیم دیجیتالی وجود نداشت دیگه. بله من چون گفتم بعد مدیران تقریبا همزمان من و همکارم با هم، اصلا همزمان با هم دیگه رفتیم. اول دوستم آذین رفت، بعد با من در میون گذاشت، با هم مشورت کردیم که خب دوست داریم با این برند کار کنیم، فضا جذابه، براشون برنامه نوشتیم و دیگه رفتیم جلو پیش بردیم. اسم آذین اومد، این آذین همون آذینه؟ کدوم آذین؟ به ما هم بگید. اگر که این آذین همون آذینه که ما اینجا باید سلام میکنیم و امیدوارم مهمون برنامه‌مون باشه. یه آذینی بود توی لینکدین که من براش کامنت گذاشته بودم. بله. آذین هر جا هستی بدون که دوست دارم بیای تو این برنامه و راجع اون پست لینکدینت هم صحبت کنیم. خب دیگه حدوداً آذین پوزیشنش چی بود؟ دقیقاً آذین مدیر محتوا بود. من مدیر شبکه‌های اجتماعی اونجا شدم که البته با حفظ سمت، میگم چون که یه برند کوچیکی بود و هیچکی به جز ما نبود، باید همه کار میکردیم، هم من هم آذین جفتمون. یعنی ما تصمیم گرفتیم که کار رو با هم دیگه تقسیم کنیم، بعد هی به اعضای تیم اضافه کنیم و اما خب متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که حالا افتاد توی تولید، من خب واقعا تجربه کاری که تولید باشه و یه محصولی رو به طور مثلا واقعی بسازن، صنعتی و وارد بازار کنن رو نداشتم و خب این
توی بررسی های ما خیلی تاثیرگذار بود. اینکه اگر که واقعیت اون قضیه و کارخونه نقص داشته باشه و به مشکل بخوره، همه چیز دیگه نابود میشه. یعنی همه برنامه‌ها از بین میره و روند خیلی کند میشه و همه اینا در پی هم اتفاق میفته. هم تقصیر کسی نیست. من یادمه اون موقع تو هم هی میرفتی دوره‌های مختلف شرکت میکردی، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ و چه چون خیلی کارا رو تو هم میکردی دیگه. آره دقیقاً همینطور بود. یعنی من خیلی علاقه‌مندی‌های زیادی دارم، اما خب به طور خاص توی یکیش آدم میتونه دیپ بشه و مثلا فعالیت کنه، با اینکه دانش عمومی شو در مورد همه چیز حالا زیاد بکنه، ولی ناگزیر بودم. یعنی دقیقاً توی جاهایی که کار میکردم تا قبل از حالا هم خود دریزل هم قبل از اون، موقعیت برای من ایجاب میکرد که بیشتر بدونم و خب توی بیشتر موقعام یعنی خودتی و خودت، با اینکه حالا توی دریزل تنها بودیم ولی توی جاهای قبلی من مثلا مدیر داشتم، سرپرست داشتیم و میتونستم ازشون کمک بگیرم، ولی تو خیلی از جاها اینطور بود که خودت باید بلد باشی، خودت میدونی. یعنی من دوست داشتم خب بیشتر بدونم که بتونم مفید باشم و عملکرد خوبتری داشته باشم. بعد از اینکه حالا یه چند روز گذشت، اینجا توقف کنیم چون نگرانم که بریم وارد بحث بعدی. این موضوع که باید حوزه‌های مختلفی رو کار می‌کردی خوشحالت می‌کرد؟ یعنی برات خوشایند بود یا برات احساس خستگی داشت؟ من به شخص خیلی دوست داشتم چون اینا به هم مرتبط بود. من اینا رو از هم جدا نمی‌دیدم دیگه. من واقعا مثلا برندینگ رو خیلی دوست داشتم و هر جایی که یه نشونه‌هایی میتونستم پیدا کنم برای رشد یه برند، اون رو مثلا دنبالش رو میگرفتم. حالا اگر ورکشاپ بود، اگر کلاس بود، کپی رایتینگ رو همینطور، چون اینا رو هیچ کدوم مثلا به طور کلی مارکتینگ چون برام دنیای جذابیه، هر چیزی که مرتبط با مارکتینگ و برندینگ باشه منو خوشحال میکرد ولی خوشحالتر این موضوع خوشحالترم میکرد که از چیزهایی که یاد میگیرم بتونم استفاده کنم. یه اتفاقی که میفته توی این فضا دقیقاً همینه که دانسته های تو یه زمانی بیشتر از سایز بیزینس میشه. حالا دیگه نیاز اون یه چیز دیگه است و تو یه دانسته های دیگه ای هم علاوه بر اون چیزی که نیاز بوده برای این انجام بدی داری و خب چون به طور فول تایم و تمام وقت زندگی تو برای اون داری میذاری، دیگه جای دیگه این نیستش که تو از اون دانسته هات استفاده کنی. از اون طرف خود بیزینس هم هنوز به استیجی نرسیده که تو مثلا اونا رو استفاده کنی، براش پیاده کنی. این میشه که تو احساس بدی بهت دست میده که حالا که این مثلا من دانسته هامو دارم حتی پلن هم میریزم، اما پلنه به مرحله اجرایی شدن نمیرسه. اونجا حس میکنی که خب من یادگیریم یا داره متوقف میشه یا من از چیزایی که بلدم نمیتونم استفاده کنم، پس اینجا برای من کافی نیست. این دقیقاً نقطه ناکافی بودن کسب و کار. فکر کنم 3 تا نکته اینجا بود، حالا تا یادمه بگم. یکیش اینه که ما یه عالمه دوره و کلاس شرکت میکنیم برای چی؟ یعنی من خیلی موافقم که برو کارتو شروع کن، اون جاهایی که نیاز پیدا میکنی برو دنبال دوره و یادگیری و اینا که بعد بیاریش توی کارو، یعنی برات درونی بشه. یکی این که انگار نگین هیچ گاردی نداشت نسبت به اینکه ببین من کارشناس محتوام، پس من نمی‌نویسم متن تبلیغاتی، کپی رایتر نیستم، یا مثلا من به سوشال شما کار ندارم، من به کمپینتون دیگه کار ندارم. میدونی همه این کارا رو اونجا تجربه کردی. سومین نکته چی بود که سارا بهش اشاره کرد؟ یادم رفت. که چند تا کار با هم انجام میده. نه سومی اینو گفتم. سومی هم همین بود که خودش گفت، اینکه یه جایی هم میرسه که تو دانستهات بیشتر میشه. اونجا جایی که تو داری رشد میکنی، بیزینس هنوز رشد نکرده. این 3 تا نکته رو من یادداشت میکنم حتما، چون فکر میکنم که یه موضوعیه که میشه یه برنامه راجبش صحبت کرد. دمت گرم. و الان کجایی، چیکار میکنی؟ الان اسنپ مارکت پرو هستم. خب اینو گفتی، چی کار میکنی دقیقا؟ من کمپین اسپشیالیستم، اما کمپین توی این بیزینس بی تو بی یکم با بی تو سی ها و مثلا حالا بیزنس تو کاستومر و اینکه مورد مستقیما با خود مخاطب سر و کار داشته باشی، منظور اند یوزر، خیلی متفاوته.
نوع رویکرد متفاوته چون نیازها متفاوته. دیریزل بی تو بی نبود؟ یعنی بی تو بی هم بود اما بی تو سی هم بود. یعنی ما شوروم داشتیم و مثلا یه شوروم خیلی خوشگل توی خیابون شیراز داشتیم. خیلی جذاب بود چون خیلی دیزاینش خوشگل بود. خود محصولات دیزاینر بودن. اصلا دیزاین یکی از پایه‌های اساسی بیزنس بود دیگه، مفهوم خود دیزاین، و اینو تو همه جا ما سعی می‌کردیم مثلا رعایت کنیم. بخاطر خیلی مخاطبا رو جذب می‌کرد و اینکه خب یه محصول لوکس بود. یعنی همین باعث میشد که خیلی محدود باشن آدم‌هایی که میان سمت این محصول به خاطر قیمت و حالا اینکه شما لاکچری بود و اینکه شما نمیتونی یه محصول دیزاین شده رو توی فضایی که هیچ ربطی به دیزاین نداره استفاده کنی. اصلا این قضیه انقدر فرهنگش با اینکه چندین سال هستش که حالا اون محصول توی صنعت ساختمان جا افتاده هست، اما باز هم سرویس بهداشتی و حموم و حالا اتاق‌هایی طراحی میشن که انگار اون محصول رو در نظر نگرفتن، چون زیرساخت داره، زیرساخت تأسیسات داره، باید از لحظه دیزاین بهش فکر بشه. و تا همین مثلا جایی نداشت طرف اونو بخره بذاره. خیلی خوشش میومد، خیلی دوستش داشت، ولی در همین حد دیگه بیشتر از این نمیتونست ازش استفاده کنه مگر حالا مخاطبای خاصی که اند یوزر شما کسی نبود که از شما خرید میکرد دیگه. اون کسی که داشت مثلا اون ساختمون رو دیزاین میکرد و اینا احتمالاً مشتری معمارها بودن. اونهایی که ساخت و ساز میکردن هم بودن به یه شیوه دیگه ای، ولی خیلی کمتر. من که دارم تو اون خونه زندگی میکنم و من دارم ازش استفاده میکنم، من که مشتری تو نبودم. نه چرا دیگه؟ اگر شما میخواستین که مثلا شوفاژتون رو تغییر بدین، رادیاتورتون رو مثلا عوض کنید و یا خونه‌تون رو دیزاین کنید، لوله کشی تغییر میدادید. یعنی ولی این کم بود دیگه. نه سخت نه بودن افرادی که دارن خونه‌شون رو بازسازی میکنن، حالا میخوان که مثلا دیزاین سرویس بهداشتی همشون رو عوض کنن، یا نه اصلا میخوان پذیراییشون رو یه مدل دیگه ای دیزاین کنن، یه چیزی میخوان استفاده کنن که این به ترکیب خونه‌شون بخوره. مثلا اکثر رادیاتورها مثلا سفیدن یا نه مثلا رنگ استیل دارن که از اون قدیمیان. این قشنگ میتونه جایگزین اونا باشه با یه شکل دیزاین شده. چند دسته مخاطب اونجا تجربه کردن؟ بله چند دسته از مخاطب بودن، ولی خب ما برای مثلا فضای آنلاین 2 تا دسته مخاطبمون رو در نظر تارگت کردیم. همون معمارها و کسانی که دقیقاً اند یوزر بودن و می‌خواستن که برای مثلا تغییر دکوراسیون خونه‌شون اون رو تهیه کنن. ولی چون ارتباطمون با سازنده‌ها شکل دیگه‌ای بود که یه بخش کمیش سمت ما می اومد، بیشتر اون بخش دیجیتال هویت میداد، اعتبار میداد به اینکه اونا بیان سمت ما، در کنار حالا تخصص تیم فروش. از اونجا اتفاقا یکی از سوالایی که مدیرم ازم پرسید وقتی توی مصاحبه بودیم توی اسنپ، توی جلسه مصاحبه، این بود که تو همیشه تو سایت خوشگل مارکتینگ بودی، همیشه سوشال مدیا و بخوایم مثلا تبلیغات و اینها، الان بی تو بی این خبرها توش نیست به اون شکل. خیلی همه چیز پشت صحنه بیشتره، قوی‌تره و نمای مثلا مخصوصا حالا توی این بیزنسی که هستیم دوست داری که اینجا فعالیت کنی، احساس خستگی نکنی، هیجانت نیفته بخوای مثلا خسته بشی، ولی باز دوباره اینجا اون روحیه من که دوست داشتم این ساید بی تو بی هم تجربه کنم و یه جنس دیگه ای از مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ رو تجربه کنم به من غالب شد دیگه. یعنی دوست داشتم که اون فضا رو تجربه کنم و هم یاد بگیرم، هم خودم رو به چالش بکشم که توی فضای بی تو بی چه جوری میتونیم فعالیت داشته باشیم. ضمن این که نیما میرزایی مدیر مستقیمم بود توی اسنپ مارکت پرو و من تجربه همکاری باهاشون توی دیریزل داشتم. اونجا مشاور مارکتینگمون بودن و من خیلی ازشون چیز یاد گرفته بودم و خواستم که دوباره تجربه کنم اینو توی یه فضای دیگه‌ای به صورت حالا
فول تایم، اونجا شاید مثلا هفته یک بار می اومدن به بیزینس مشاوره میدادن، ولی اینجا خب من امکان اینو داشتم که هر روز کنارشون باشم و با هم دیگه همکاری داشته باشیم. این مجموعه باعث شد که من یکی علاقم به فضای FMCG که اصلا کلا این محصولات FMCG رو خوراکی و محصولات سوپرمارکتی و حالا از هر جنسی که باشن خیلی دوست داشتم. چی تند مصرف؟ بله. تند مصرف یه چیز ترجمه این شکلی داره. فست FMCG fast movement. نه عبارتی که فارسی ترجمه شده عجیبه. تند مصرف دوره مصرفش خیلی کوتاهه و زود به زود مشتری‌ها میان سراغش. این شد که من الان توی فضای بی تو بی ام. حالا اینکه دقیقاً چی کار میکنم، اینکه توی فضای بی تو بی 2 تا سایت داریم. یکی تولید کننده ها هن، یکی اون، یعنی هر 2 تا بیزینسی که ما به هم دیگه لینکشون میکنیم مورد مخاطبای ما محسوب میشن. تولید کننده و فروشنده، تولید کننده و خریدار، اما خریدار عمده یا مثلا پخش کننده عمده. اینا همه چیز تو حجم بزرگتریه دیگه، دغدغه ها متفاوته و اون کسی که مثلا خریدار هستش دیگه حالا یا یه سوپرمارکته یا یه شرکته یا یه هتل یا یه چیزیه که مصرفش از یک مصرف خونگی خیلی بیشتره و دوره مصرفش متفاوته، رفتار خریدش متفاوته، معیارهاش متفاوته و دنبال چیزهای دیگه ایه که نظرش رو جلب کنه برای اینکه حالا از اون تولید کننده محصولش رو بخره. و خب در اصل میتونم بگم اسنپ مارکت پرو شرکت پخش آنلاینه. خب نگیم فکر کنم که بعد خوبی ما الان متوجه شدیم که تو چی کار کردی، الان کجایی و داری چی کار میکنی. تفاوت بیزینس بی تو بی با بی تو سی هم فهمیدیم که کمپین توش چه مدلیه، یعنی کلا بستر متفاوته. بریم سراغ دغدغه‌ات دیگه، یعنی از هر جا دوست داری شروع کنی، یعنی از اونجایی که آگهی‌های استخدام رو داری بالا پایین میکنی، برندهای مطرح بهت چشمک میزنن، یا اونجایی که یکی میاد تو لینکدین بهت پیشنهاد کار میده، شما همه اینا رو تجربه کردی، ازش میپرسی کجایی، بعد اون یه جایی میگه که تو اصلا نمیشناسی، مثلا چی گستره فلان و تو اینطوری که من خودم مثلا خیلی وقتا حس بد میگیرم مثلا که تو چطور به من پیشنهاد دادی، ولی اینطوری نیست دیگه. حالا بریم ببینیم که برای تو چه شکلی بوده. برای منم مشابه بوده، اینکه برندهای بزرگ انگار که یه گاردی دارن نسبت به اینکه بخوام بگن که دقیقاً چی میخوان. حالا شاید واقعا نمیدونن چی میخوان ولی دیتا نمیدن، یعنی شاید چند جلسه یا تا لحظه‌ای که اون جلسه مصاحبه حضوری رو شما نری، تازه بازم شاید اگر به جلسه دوم نکشه یعنی نیازمندیشون رو نمیگن یا خیلی گنگ توی اون آگهی استخدام خیلی گنگ توضیح میدن و در مورد خودشون هم خیلی گنگ اصلا اینکه حالا چی میخوان یک سمت داستانه، اینکه خودشون چی هستن و دقیقاً توی چه استیجی هستن یه داستان دیگه ایه. دلیلش اینه که فکر میکنه همه ما رو میشناسن؟ فکر میکنم که یعنی نمیگه ما کی هستیم و چی هستیم، این بخشش اینه که خب یه بخشش اینه که همه میدونن، یه بخشش هم اینه که بس طرف بیاد اینجا خودم باهاش صحبت میکنم، یعنی میرسه یک شرکت در زمینه مثلا تولید. خب برای تو که برند رو میشناسی، خب یه سریاشون هنوز اسم برند نمیگن. مثلا میگن یک شرکت در حوزه پوشاک، ولی نمیگه چه برندی. یه دغدغه‌ای که دارن اینه که یه کمی به نظر من همون چیزی که تو میگی، یعنی شاید یه جور خودشیفتگی باشه که مثلا نکنه به خاطر اسم برندمون یه عالم رزومه بیاد سمتمون. خب من اینا رو یعنی اسمشون نیست رزومه نمیدم. من خودم هم اینطوریم. مثلا نمیدونستم پشتش یه شرکت بزرگه. چون من تجربه داشتم. حالا پاک شما اینطوری نبود. اون یه توی حالا این اپلیکیشن هایی که برای کاریابی هست اکانت داشتن ولی توی بعضیاش نداشتن و خود مدیر به طور مستقیم توی حالا لینکدین آگهی میذاره
اینم یه روششونه که نگاه میکنی مثلا آقای فلانی، خانم فلانی توی شرکت مثلا حالا به نام فلان یه پوزیشنی داره، اون پوزیشن رو دنبال، اگه ولی فالو نداشته باشی، اگر که مثلا کانکت نباشی با اون آدم‌های اونجا، نمیبینی قطعا اینا رو. و یه اتفاقی که میفته اینه که این سخت میشه برای دو طرف، یعنی هم برای کسی که آگهی رو میده و هم برای کسی که به دنبال اون کار هست سخت میشه که پیدا کنه. میشه که خب یه فیلتری خودش اینجا یه مانعیه برای اینکه آدم‌های درست رو انتخاب کنی، چون تو جایی داری آگهیت رو منتشر می‌کنی که مخاطب تو اصلا اونجا حضور نداره. اینم هست. اما برای خود من چیزی که وجود داشت این بود که دقیق نیازمندی رو به من نمیگفتن یا اصلا حوصله اینو نداشتن که توضیح بدن، اونایی که پیام میدادن خودشون، و دوست داشتن سریعتر یه قرار ملاقات حضوری بذارن و توی اون قرار ملاقات حضوری اول تمام دیتایی که از تو میخوان رو بکشن بیرون، بدونن که تو کجا بودی، کجا نبودی، چی کار کردی، دیگه تا خاطرات بچگی ازت بگیرن، بعد دیگه خودشون یه 2 خط توضیح بدن و بگن حالا ایشالا. خب این عجیب نیست که این انرژی رو میذارن، چون برای اونا هم باید خیلی وقت و انرژی بیهوده این وسط تلف بشه دیگه. یعنی اگه من بدونم تو چی میخوای، خب اگه من مناسب نیستم خودم نمیام مصاحبه رو. شاید آدمای کمی اینطوریه. اونا ببین اونا رزومه تو رو بررسی میکنن، یعنی به هر حال یه مقبولیتی داشتی پیششون، ولی من فکر میکنم نگاهشون اینه که اول ما باید انتخاب کنیم بعد تو انتخاب کنی ببینی اینجا باشی. یه چیز دیگه هم اینه که مثلا میگه من برند ایکس هستم، لطفا رزومتون رو بفرستین. یعنی همین که من برند ایکس هستم کافیه که تو رزومه بفرستی. بعد من بهش بپرسم که چه کاری چی کار میکنید اینا. یه نکته هم که من بهش برخوردم اینه که تعریف پوزیشن‌های مختلف تو شرکت‌های مختلف خیلی متفاوته و شاید اون فرد به دنبال یه کارشناس محتوا یا به دنبال یه مدیر محتوا یا هر چیز مشابه این باشه، اصلا به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ باشه، اما نیازمندی‌هایی که مطرح میکنه اصلا یه چیز دیگه ایه. یعنی 4 تا پوزیشن دیگه هم در کنار اون باید باشن که اونو هندل کنن، یعنی اون کارا رو تسکا رو انجام بدن. اصلا یه تیم باید اون کار رو انجام بده، نه یه فرد. ولی درک درست نداشتن از همون نیاز میشه فکر میکنم که میگن خب حالا ما فعلا یه نفر بیاد، حالا اون آدمه بیاد به اینجا شکل بده. باز همون بحث فکر میکنم سنتی، چون اکثر برندهای بزرگ سنتی هن، تفکرشون هم سنتیه، بازاریابی هم که انجام میدن بازاریابی سنتی عموما و از طریق آژانس‌های تبلیغاتی و آژانس‌هایی که حالا دیجیتال اونا مثلا کاراشون رو پیش میبرن. اون لحظه‌ای که میخوان تغییر کنن اون خودش یه پوینت مثبته که میخواد تغییر کنه، اما نمیدونه چجوری. فعلا یه آگهی میده به عنوان کسی که فکر میکنه اون گره رو باز میکنه، بعد میگه که خب حالا ایشالا من نیازمندیامو تو اون جلسه میگم به اون فرد، یه راهی جلوم باز میشه. تو اگر یه آگهی ببینی که چند تا چیز مختلف از تو میخواد میری مصاحبه؟ یعنی مثلا میخواد که تو کپی رایتر، دیجیتال مارکتر و کارشناس سئو همزمان باشی. الان دیگه نه. قبلا میرفتی؟ قبلا آره، اگر که آخه ببین واضح نمیگن اینا رو ازت میخوان. یه موقع هست چرا طرف واضح نوشته اون اصلا همون لحظه فیل میشه. از هر پوزیشن 2 تا وظیفه نوشته فرض کن و یه آش شغل قلمکاریه، ولی تیتر آگهی اینه که کارشناس محتوا. نه این 100% ریجکت میشه. این 100% ریجکت میشه. البته نگم 100%، بگم 99%، چون باز برمیگرده به این که اون شرکت، اون برنده تو حوزه‌ای که مورد علاقه من هست داره فعالیت میکنه یا نه. شاید یه شانس بهش بدم که حضوری برم ببینم و ببینم مثلا تو چه استیجیه، تو چه تیمی قراره که من حالا کار کنم، در کنار چه افرادی کار کنم و اون کنجکاویه منو شاید بکشونه توی یه جلسه. ولی 100% اون جلسه بازی رو ممکنه که تغییر بده، چون با فردی که مصاحبه میکنم کاملا اگر که اون فرد معلوم باشه که حتی بیشتر از اون چیزایی که اونجا نوشته و یا شاید واقف نباشه به این که واقعا از تو
کار 3 نفر رو میخواد، پوزیشنیه که مثلا شاید تخصص تو اصلا نیست، اصلا همه چیزو که ما بلد نیستیم، من متخصص این کار اصلا نیستم، یه دانشی دارم در حد اینکه بتونم زبان مشترک داشته باشم با فردی که این کار رو انجام میده، چون ما همه با همدیگه همکاریم و کنار هم کار میکنیم. اما اگه بهم بگن این کار سئو رو انجام بده، خب من که کارشناس سئو نیستم و هیچ وقتم نبودم و اونجا دیگه خب رد میشه اون کار. ولی اگر که نه، صرفاً شاید خودش نمیدونسته که این کار وظیفه من نیست، شاید مثلا نیاز داشته. قابل بخششه، مثلا اینایی که می‌نویسن کارشناس محتوا تو پرانتز کپی رایتر. آره اونو دیگه بپذیریم چون میشه خیلی زیاده. مثلا من به بچه‌ها میگم کارشناس اگه میخوای به عنوان کپی رایتر هم اپلای کنی، بخون آگهی استخدام کارشناس محتوا رو، چون احتمالاً اون کپی رایتر میخواد ولی نمیدونه کپی رایتر چیه و مثلا اینا. یه وقتایی هم انقدر رزومه تو خوبه یا انقدر مصاحبه اول خوب پیش میره که اون مدیر شاید حتی تمایل داشته باشه که تو کار سئو هم انجام بدی، ولی وقتی بدونه تو حوزه خودت متخصصی مثلا چیز باشه. این چیزی که شما گفتی به دانش هم برمیگرده، یعنی کارشناس شبکه‌های اجتماعی تو پرانتز ادمین، مدیر شبکه‌های اجتماعی ادمین، مثلا شرح وظایف ادمین شبکه‌های اجتماعی، در صورتی که خب کارهایی که نیاز هست مثلا چیزهای دیگه، یعنی هیچ دیدی نسبت به اینکه مدیر سوشال چی کار میکنه ندارن، مدیر محتوا چی کار میکنه ندارن. من تا یه جایی حق میدم چون خیلی جدیده و ببین اگه جلسه آنلاین باشه و لازم نباشه حضوری مثلا بکوبیم بریم، به نظرم که یه جلسه آنلاین در حد اینکه وظیفه منه تو اون مصاحبه اینو بگم، خب من حتی نمیخوام با اینا کار کنم ولی بهش میگم ببین این با این متفاوته ها. حالا من و نگین یه تجربه‌ای داریم با یه شرکتی که واقعا نمیدونست چی میخواد و بعد هم من و هم نگین رفتیم براش توضیح دادیم و من خیلی بهش توضیح میدادم و بهش نیروی جدید معرفی میکردم. نه یادته دیگه بعد 6 ماه بعد میگم خانم حسین هنوز نیرو پیدا نکردیم، بعد دوباره بهشون پیشنهاد عجیب غریب 6 ماه نیروشو میگرفت. نه نمیگرفت، نمیتونست پیدا کنه. آره دو سه تا تجربه با شکست مواجه شده داشت دیگه، خیلی وسواس بخرید. آره اصلا عجیب غریب بود، خیلی عجیب غریب بود. با اینکه من دیگه میتونستم به عنوان نیروی منابع انسانیشون، چون خیلی بهش نیرو معرفی میکردم گفتم نگینم نشد دیگه کی میخوای؟ بعد دیگه نگینم خودش مایل نبود. خب نگیم با همه این دغدغه‌هایی که برندهای بزرگ دارن، بازم چی باعث میشه که از این آگهی‌ها تو رو ترغیب کنن و اصلا ترغیب میکنن یا نه؟ آگهی برندهای بزرگ با وجود اینکه نمیگن ما برندیم اسمشون رو ننوشتن، آیا تو رزومه میدی و ببینی کشف می‌کنی اینا کیان؟ یه چیزایی، یه هینت ها و نشانه هایی بهت میده که اینجا میتونه جای درستی باشه. مثلا نحوه نوشتن اون آگهی و مدل بیان کردن نیازمندیشون. حتی یه چیزی که جدیداً داره بیشتر هم میشه و جای امیدواری داره اینه که یه درباره ما نسبتاً مناسبی از خودشون میگن که دارن چیکار میکنن، چیکار کردن، الان تو چه مثلا استپی هستن و برای چی به تو نیاز دارن. اینو دیگه از رو دست هم دیگه نگاه کردن کم کم داره بیشتر میشه و این خودش نشون میده که برنده داره تلاش میکنه برای اینکه بخواد تو جایگاه مناسبی باشه و یه فرد متخصص داشته باشه. چون توی برندهای بزرگ خب متاسفانه اون بعد سنتی بودنه چون خیلی پررنگه نمیشه نادیدش گرفت. بالاخره 30 ساله مثلا 20 ساله حتی 10 ساله که با اون روند پیش رفتن و حالا همه چی داره تغییر میکنه. اونا هم دوست دارن که تغییر کنن چون دوست دارن زنده بمونن. ولی بعضی وقتا این فقط خواستنه، فقط میخوان اما شرایطشو فراهم نمیکنن. اون پله اولیش همون آگهی استخدامشه. مرحله بعدیش اینه که خب اگر که من واقعا اون برند رو دوست داشته باشم، فارغ از این که حالا آگهی استخدامه بالاخره چه جوریه، یه ذره مثلا
که ذره کمیتش میلنگه و اینها، میرم در موردش تحقیق میکنم خودم. میرم توی لینکدین نگاه میکنم، توی توییتر نگاه میکنم، سوشال مدیا مثلا دیگه اینستاگرام رو نگاه میکنم، وبسایتشون رو نگاه میکنم، ببینم از این چیزهایی که دارن میگن چقدرشو دارن تلاش میکنن که داشته باشن، اجرا کنن. اگر واقعا هیچی نباشه یه ذره میترسم، حقیقتش یکم میترسم، اما بازم خیلی بستگی به علاقم به اون برند داره. این که میگی من برند رو دوست داشته باشم یعنی من به عنوان مصرف کننده دوست داشته باشم؟ به عنوان مصرف کننده مثلا یه برندیه که باهاش یه خاطره‌ای دارم، گل رنگ یه برندیه که همیشه از استایل کاراش خوشم اومده، از تبلیغاتش خوشم اومده، از خود محصول خوشم اومده، از اون حوزه‌ای که و همیشه دوست داشتم که برای اون برنده یه کاری هم تو زمینه تبلیغات و مارکتینگ من انجام بدم، منم یه نقشی توی اون داشته باشم. ولی ممکنه که خب داخل خود اون شرکت همه چیز یه شکل دیگه باشه. حالا من به این فکر نمی کنم محصولشون رو دوست داشته باشم، ولی احتمالا اگه آگهی‌ها و مثلا تبلیغاتشون و اینا رو دوست داشته باشم، البته تو داری راجع به برندی صحبت میکنی که هنوز اینو نداره یا مثلا تبلیغ تلویزیونی داشته. آره اگر که اونا خلاقانه بوده باشه منم دلم میخواد که چیز کنم، ولی محصول ممکنه که من اصلا مخاطبش نبوده باشم. آره منم بیشتر این شکلیه، یعنی دوست داشتنی بودن اون برند فارغ از این که من ازش استفاده میکنم یا نمیکنم. مثلا نمیدونم شاید اسباب بازی باشه من ازش استفاده نمیکنم ولی خیلی خوب داره کار میکنه این شکلی. حالا یه چیزی بعضیا نمیتونن اینطوری کار کنن، یعنی تا وقتی که اون محصول رو درک نکنه نمیتونه دربارش بنویسه، مثلا نمیتونه. البته که اینکه خودتو جای مخاطب بذاری رو باید داشته باشی، اینکه تو ممکنه که هیچ وقت اون محصول رو نخری، استفاده نکنی، ولی اون آدم‌هایی که از اون محصول استفاده میکنن رو باید درک کنی و بدونی که چرا از این محصول استفاده میکنه و وقتی از این محصول استفاده میکنه نیازمندیاش چیه. حالا اگر که لزوما این اتفاق نباید بیفته ها که تو دقیقاً اون رو استفاده کنی، ولی مثلا به طور مثال یه محصولی مثل قهوه، یه محصولی مثل شیرینی یا یک محصول دیگه مثل یه حتی همون حوله خوشکن و رادیاتور، اگر که تو مخاطب اون محصول باشی دیگه همه چیز رو برات اتفاقا بهتر میکنه. هم تو یه علاقه شخصی داری که هیچ وقت از درگیر شدن با اون محصول خسته نمیشی، هم و مثلا اون حوزه مثلا و همین که کمک میکنه تو بتونی خلاقیت بیشتری به خرج بدی، یعنی به چالش‌های خودت با اون حوزه برمیگردی و حتی شاید مثلا اطرافیانت بعد دوست داری که یه چیز جدید برای اون آره معمولا برنده مثلا حوزه خوراکی این شکلی هست که تو بالاخره مصرف کنندش هستی دیگه. حالا اون برندم اگه استفاده نکردی تو مصرف کننده مثلا چه من ماست و پنیر و اینا هستی، حالا هر برندی. یعنی برات انقدر ترسناک نیستش که ما یه دوستی داریم که مثلا میره یهویی توی حوزه آهن حالا تا اینا، بعد من میگم که تو اصلا شناختی داری راجع به مخاطبه ولی انگار که اوکی، یعنی اون دیگه تو اون حوزه رفته و آشنا شده و شناخته و اینا. برای من ترسناکه مخاطبا نشناسم. خب اینی هم که میگم به برنده حس خوب داشتم، خب من اون تبلیغ رو دیدم، احتمالا خودم هم مثلا مخاطبش بودم که آره مثلا این حس خوب ایجاد شده. خب اما برند کوچیک چه شکلیه؟ برند کوچیک خب اون چالش های برندهای بزرگ رو در مورد اینکه نیازمندیاشون رو بدونن یا ندونن رو هم داره، اما تو میدونی که بخوای نخوای یه سری کارها هست که تو باید به صورت پرواکتیو خودت بری سراغشون، اونجا انجام بدی، چون کس دیگه این نیست، نه اینکه نخوان اون رو داشته باشن. بیزنس اجازه نمیده که
بخواد 10,000 نفر رو واسه پوزیشن های مختلف انجام بده. کار نه انقدر بزرگه که بسپارتش به یک شخص خاص، نه انقدر کوچیکه که نادیده بگیرنش و باید یک کسی اون کار رو انجام بده. و حالا اون کسی که تجربه هایی تو این زمینه قبلا داشته میتونه گزینه مناسبی باشه که خب اگه یه وقت تو فلان چیزم لنگ موندیم و نیاز داشتیم که انجام بشه، فلانی هست که انجامش بده. ولی یه جایی اذیت کننده میشه که دیگه اون فردی که حالا داره تو رو استخدام میکنه این رو وظیفه تو میدونه و میگه که تو کارمند فول تایم منی و این کارهایی که من الان نیاز دارم تمام ساعت کاری که تو باید اینجا بگذرونی رو پر نمیکنه و تو باید اون کارا رو انجام بدی. ساعتی داره نگاه میکنه. آره داره به صورت دقیقاً. من یه توضیح بدم. ما میگیم برند بزرگ، منظورمون تیمه، یعنی منظورمون اینه که اندازه سازمان چقدره. وقتی میگیم برند کوچیک هم باز اندازه است، ولی من فکر میکردم که میخوایم راجع به شناخته شده بودن برند صحبت کنیم. به ممکنه که واقعا من برام پیش اومده که 10,000 تا نیرو داره، کارخونه است مثلا، و من تا حالا اسمش رو نشنیدم، چون محصولاتشون هم که خب با یه برندهای دیگه‌ای توی بازاره و تو نمیشناسی خیلی. این هم میشه راجع بهش صحبت کرد. یعنی خیلی از برندهای کوچیک احتمالاً، یعنی شناخته شدن ولی تیم کوچیکه. مثلا چه من بلو بانک تیمش کوچیکه ولی برندش برند شناخته نشده ای نیست، ضمن اینکه خب وصله به یک جای شناخته شده. اینطوری خب پاک شما هم همینطوری بود، یعنی شناخته شده است، حتی محصولاتش هم میشناسن، فعالیت گسترده هم داره ولی تیم کوچیک بود. تیم دیجیتال مارکتینگ، آره تیم دیجیتال مارکتینگ کوچیک بود، اما هر کسی انتخاب آدم‌ها بر اساس حالا تخصصی بود که داشتن، ولی خود تیم کوچیک بود. یعنی خود تیم نسبت به فعالیت بیزنس کوچیک بود و باز همه چیز از صفر بود. یعنی تیم کوچیکه، فعالیت از ابتدای تیم دیجیتال تازه داره کارشو شروع میکنه و چالش‌های خودشو داره. اینجا وقتی که تیم کوچیکه، خب شما بالاخره برای اینکه بازدهی داشته باشین باید فعالیتاتون رو انجام بدین. اما یه نکته دیگه هم هست، اینکه قدرت تیم و اینکه نتیجه محور بودن مدیر عامل مثلا خیلی تاثیرگذاره. اینکه همش به دنبال اینه که ببینه این تیم کوچیکه که داره فعالیت میکنه و احتمالاً چرا کوچیکه؟ چون تازه متولد شده. چرا تازه متولد شده؟ چون تازه یه بودجه‌ای رو تونستن اختصاص بدن که حالا این بخش رو گسترش بدن. چه جوری داره بازدهی از خودش نشون میده؟ چه سود قابل ملموسی برای بیزینس داره؟ و تا یه حدی من احساس میکنم که به چشم مصرف کننده بودن نگاه میکنن بهش، که داره منابع مصرف میکنه، هزینه داره میشه براش و باید خروجی داشته باشه. و خروجی چیه؟ کی میتونین به ما خروجی بدین؟ ما چه جوری میتونیم خروجی قابل لمس داشته باشیم؟ و توی حوزه‌ای که به شخص من کار میکنم و خب شما هم فکر میکنم تجربه مشابه دارین، همه چیز 80% بلند مدت اتفاق میافته. یعنی ما میتونیم خروجی رو اگه به یه ارائه یه داکیومنت بسنده کنیم اون خروجیه، ولی چیزی که مدیر عامل انتظار داره که اون داکیومنت و پیپری نیست که شما مثلا یه پروپوزال آماده میکنین میگی این پلن 6 ماهمه. خب تا زمانی که جلو نره اون چیزی نبینه، اون عدد میخواد بهش نشون بدی، اون KPI میخواد. خیلی وقتا دقیقاً چیزی که نگین میگه، تیم تازه کار دیجیتال رو با مثلا یک از فروشگاه‌های سنتی مقایسه میکنم و این خیلی که سال‌هاست داره کار میکنه و اصلا بازارش متفاوته. حالا من دوست دارم یه چیزی رو بدونم. سفر شغلیت نشون میده که نامدار بودن یه سازمان برای تو مطلوب بوده، یعنی انگاری که توی انتخابت یه تاثیراتی داشته با همه این دغدغه‌هایی که داشتی. تو فکر میکنی که همکاری با برندها هویت خاصی برای تو داره، یعنی اضافه میکنه به تو از این جهت چیزی؟ راستش یه قسمتی از این که بولد میکنه انتخاب اون برندها رو واسه من دقیقا همین بخششه که
حالا در آینده چون آدم میدونه که تا آخر عمرش با یه برندی نمیمونه و مسیر شغلیش ممکنه تغییر کنه، انتخاب هوشمندانه اون برندها خیلی تو مسیر شغلی تأثیر گذاره. یه زمانی من این نقد رو به خودم هم داشتم که شاید اعتماد به نفس اینو نداشتم که با یه سری برندها کار کنم، مثلا حتی رزومه‌مو بفرستم، چون یه قولی ساخته بودم که واقعا فکر می‌کردم خب اونجا چه خبره و حتما آدم‌هایی که پرفکتن از همه نظر و تمام مهارت‌ها رو بلدن دارن کار می‌کنن و حس می‌کردم نه خب من که تا زمانی که برسه به اون جایی که برای مثلا اون برند معروف بخوام رزومه‌مو بفرستم، چقدر خوبه که الان با این برندهای کوچیک تجربه‌مو پیش ببرم تا به اون تجربه‌های لازم برسم. ولی شاید همه چیز برعکس هم شد، یعنی اینطوری بود که توی برندهای کوچیک مسئولیت انقدر جدی‌تر بود به واسطه اینکه چند تا کار مختلف هم داشتی که یه خطای کوچیک ممکن بودش که خب چون اونم توی مقطع لغزنده‌ای بود ممکن بود که واقعا رو اون برنده تاثیر بدی بذاره، اتفاقا که برای تو بدتر باشه. ولی تو برندهای بزرگتر بعد از تجربه هایی که مثلا داشتم این بود که اتفاقا تو اون برنده تو خیلی بیشتر تو سایه‌ای و لزوما این که اسم اون برند بزرگ توی رزومت باشه به این معنی نیستش که تو آدم توانمندتری نسبت به اون آدم هستی که توی یه برند کوچیکتر فعالیت کرده. چه برند بزرگ باشه چه تیم بزرگ باشه تجربه متفاوتی داره نسبت به تیم و برندهای کوچیک، اما اون چیزی که باعث میشه من انتخابش کنم اینه که نمیتونم اینم نادیده بگیرم که تو اون سفر شغلی که دارم دیگرانی که میخوان من رو انتخاب بکنن تو وهله اول این رو ببینن که برندها رو میبینن. یعنی من کمتر کسی دیدم که چون خودم هم حالا توی پروسه استخدام آدم‌های دیگه بودم و سعی کردم اینو نادیده بگیرم که طرف توی یه برند بزرگ کار کرده ولی لزوما نمیتونه این باشه که بی اهمیت باشه دیگه. به نظر من اهمیت داره. چند تا نکته به نظرم هست. یکی این که چیزی که سارا فکر کنم منظورش یکی هم این بود که تو خودت الان که میگی من احساس بهتری هم داری تا اون موقعی که میگفتی من نگینم مثلا دیزل و این هویت برند میاد، هویت تو انگار که ما داریم از اون برنده اعتبار میگیریم. اینو خودت احساس میکنی که آدم ها هم یه جور دیگه رو من حساب میکنن، یه جور دیگه توی این اکوسیستم به من نگاه میکنن یا نه؟ راستش اگه بخوام صادقانه بگم رفتار دیگران باعث این حس میشه دیگه. یعنی تو وقتی که میگی من مثلا مدیر دیجیتال مارکتینگ یا مدیر سوشال فلان چیزا میگن چی؟ بعد چی کار میکنه؟ بعد که مثلا یه ذره درباره محصول تو این چیه؟ این یه دید کلی از آدم ها میده که اون آدمه چقدر تاثیرگذاره توی اون هدفی که من باهاش دارم ارتباط برقرار میکنم. چون توی اکوسیستم ما دو تا قسمت، اگه بخوام واقعا احساس میکنم دو قسمت مختلفه. یکی آدم هایی که توی حوزه دیجیتال با برند هایی که توی زمینه دیجیتال خیلی فعالیت میکنن و شناخته شدن و دیگه اسمشون رو بیاری همه میشناسن و اینا رو لینک میکنن و لینک میکنن آدم ها رو به اون فرد و میگه با فلانی کار کرده، با بیساری کار کرده، حالا اصلا شاید هیچ کار خاصی هم انجام نمیداده و اینجوری که خب از فضل پدر تو را چه حاصل، حالا تو فضایی که اون فرد نفس کشیده تو هم نفس کشیدی. ولی خب اون تجربه هایی که باید داشته باشی به عنوان یک فرد تاثیرگذار توی یک بیزینس تو جایگاه خودت کاری نکردی که تو الان بیار مثلا رزومت رو، یا نه اصلا میبینین که نه انجام داده ولی اتفاقا آدمه اعتماد به نفس اینو داره که من توی تیمی بودم که فلانی هم بوده و من عضوی بودم که مثلا چه میدونم فلان جمله هم من گفتم
یعنی چون ما خیلی کارامون به هم دیگه وابسته است. اما از طرف دیگه ای میبینم که خب اون برند بزرگه به خاطر اینکه دیگران اسمشو میارن، دیگران یه ذره دوستش ندارم که منو به اسم اون برنده بشناسن، به خاطر اینکه ممکنه اون برنده هر اتفاقی واسش بیفته، چون من حافظ نگهداری و حفظ اون برند که نیستم و ممکنه که کاملا با من متفاوت باشه. اما بقیه بگن که چون همیشه ساید مثبتش رو نمیشه نگاه کنیم که بچه‌های فلانجا اصلا سمت بچه‌هایی که اونجا کار کردن نرو. شبیه اون موقع است که دانشگاه بودیم مثلا بچه‌های شریف اینطوری. دقیقاً. دانشگاه هم اینطوری بود. دانشگاه ادبیات و هیچ. آره. ما تو خوابگاه هم حتی این تجربه رو داشتیم. مثلا بلوک دو کلا کسی نره. چرا؟ آره آدم‌ها رو گروه بندی و دسته‌بندی میکنن. ولی این تاثیر داره نگین واقعا. من خودم مثلا میخوام نیرو انتخاب کنم، میبینم که دارم رزومه بررسی میکنن، طرف میاد میگه فلانی فلانجا بوده، حتما مثلا با این هماهنگ کنیم بیاد مصاحبه و اینا. و اون موقع که خودت تو فرآیند جذبی میبینی که یارو میاد و هیچی هم مثلا بلد نیست، اما داره از یه برند خوب میاد. خب برنده خوبه لزوما همه کسایی که اونجا کار کردن خوب نیستن، ضمن اینکه اصلا معلوم نیست تو چه نقطه‌ای به اون برند پیوسته و مثلا کی اونجا کار کرده، اون برند تو اون تایم مثلا داشته چی کار میکرده. یه نکته دیگه هم هست به نظرم، اینکه فیلتر میکنن آدما رو بر اساس برندها، شاید به خاطر اینه که یه فضایی حاکمه توی هر برندی که آدمه که تو اون اتمسفر هست یه تجربیاتی رو به واسطه بودن توی اون فضا داره که شما میبینید که فضای کسب و کار شما خیلی مشابه به اون فضا. شاید یه فضای تولیدیه، یه فضای استارتاپیه، یه فضای مثلا چه میدونم مثلا حالا مدل‌های مختلف کسب و کاری که تو اتمسفری که حاکمه. ما اینجا نیاز داریم به آدم‌هایی که اینجوری باشن و حالا شما این تجربه رو میتونی توی اون برنده مشابهش رو داشته باشی و این باعث بشه که فیلتر کنن و نه حالا لزوما این که هر کی تو بعضی اون وقتا حوزه کاری مشابه است، بعضی وقتا میگه که از یه کالچر مشترک داره میاد و مثلا چون از یه شرکت سنتی نمیاد، ما اینجا مثلا اسپرینت داریم تعریف میکنیم فلان و طرف اصلا نمیدونه اجایل چیه و اینها. آره این درسته. یه چیزی هم من میبینم توی این برگزاری دوره ها میزنن مدرسا مثلا از دیجی کالا، اسنپ، تپسی فلان و مثلا فکر کنم اونجا یه مدرسی باشه داره یه جایی کار میکنه که هیچکی نمیشناسه و این لزوما معنیش این نیستش که وای اون هیچی بلد نیست یا مدرس خوبی نیست. آره همونطور که کسی که داره توی یه جای خوب کار میکنه شاید کارش خیلی خوبه ولی لزوما مدرس خوبی نیستش. خب دقیقاً اینی که شما گفتین تو دوره ها خیلی دیده میشه که خب اون فرد اصلا تو چه برهه‌ای از زمان به اون برند پیوسته، اصلا نقشی داشته توی هویت اون برند، اصلا حتی اومده بیرون ولی دیگه اون نقطه اوج رزومه‌شه، یعنی همه جا دیگه خودشو من مثلا میدونی سال فلان دیجی کالا بودم. یه چیزی هم که نگین گفت که به نظرم یه ربطی داره با اون جمله معروف صدقه که قراره یه قسمت هم راجبش حرف بزنیم. چیه جمله؟ این که با رفتن من سازمان قرار نیست فرو بپاشه. درباره این برندهای بزرگ این اتفاق خیلی رایج داره، یعنی نگین هم گفت دیگه تو توی سایه‌ای و حتی ممکنه که مثلا مشخص نباشه دقیقاً داری چی کار میکنی ولی توی یه کسب و کار کوچیک تو خیلی تاثیرگذاری و اگه بری ممکنه یه پایه از اون کسب و کار جدا بشه و اصلا مخصوصا تو حوزه کاری ما برند هایی که اصلا از زمینه سنتی داره تازه میاد دیجیتال، طرف تبلیغ تلویزیونی داشته و اصلا میگه سایت چیه؟ من یه تبلیغ رفتم مثلا این همه فروشم افزایش پیدا کرده و دیگه اصلا با سایت هم حتی براش قابل مقایسه خیلی نمیفهمن که یه متوجه نمیشن تو داری دقیقاً چه ارزشی ایجاد میکنی و اینها. وقتی برند بفهمن خیلی کار آسون تر میشه، یعنی یه زمانی باید خیلی تلاش کنی که مخصوصا حالا برای شرکت‌های بزرگتر که پول دارن باز حالا میگه متوجه این جریانم نمیشم، این هزینه‌ایه که خیلی برام قابل توجه نیست، حالا از سود جاهای دیگه از اینم تغذیه میکنه.
اما تو شرکت‌های کوچیک‌تر این دیگه خیلی براش بولده که دارم هزینه میکنم و من لزوما این هزینه‌ای که دارم برای ساخت برند میکنم، برای متولد کردن این برند میکنم، لزوما نمیتونم عین به عینش رو یکی بذارم دوتا برداشت کنم و باید هزینه بدم، باید صبر کنم تا این بچه بزرگ شه، کم کم آدم‌ها بشناسنش و این خیلی تاثیرگذاره که تو مثلا دلش میخواد بیلبورد بره، در صورتی که میگه من خب یه بیلبورد برم هزاران نفر منو میشناسن، در صورتی که شاید همون هزینه رو شاید یه کوچولو کمتر یه کوچولو بیشتر به طور متوالی توی سوشال مدیایی که مربوط به خودشه فعالیت کنه مناسب تر باشه براش، ولی دوست داره بزرگ شه، دوست داره مثلا برند شه دیگه. اما این که میگی خروجی رو هی چک میکنن، حالا تجربه من برعکس بوده، اینکه انقدر داره توی مثلا بازار سنتی در میاره که فقط برای اینکه من هم تو دیجیتال هستم اینو و خیلی هم انتظاری نداره که اتفاق خاصی بیفته انگار. خب یعنی مثلا من اونجا خودم میکشتم که سوشال چرا را نمیندازین مثلا و فقط سایت داشتیم و میگفت خب حالا لزومی نیست و اینا، ولی ببین حالا این آره و حالا مثلا بعدن احتمالا متوجه بشه چه آسیب می‌بینه، چون هنوز بازار سنتی و تبلیغات سنتی ما فعاله، ولی یه جایی میرسه که دیگه اون موقع برای شروع کردن دیره، یعنی دیگه هر کی می‌خواد شروع کنن دیگه باید مثلا 99 400 اینا دیگه، مخصوصا با کرونا خیلی فهمیدن که سنتی کافی نیست، مثلا من حتما باید فروش آنلاین می‌داشتم، من چرا رو سایتم کار نکردم، چرا رو سوشالم کار نکردم، یعنی اون یه تلنگر خیلی خوب بود که خیلی از بیزینس‌ها رفتن سمت آنلاین. خب یه چیزی دیگه هم بگم، یه نکته دیگه، این که گفتین اعتماد به نفس، این که برای برندهای بزرگ رضا بدیم، یه دلیلی که من تو کارگاه‌ها میام یادتونه دیگه مثلا میومدیم برندهای بزرگ رو میذاشتیم بررسی میکردیم، دید چقدر اشتباه، چقدر ایرادای فاحش، به بچه ها میگفتن که این واقعا این برنده واقعا این شکلیه، صفحه درباره ماش واقعا سایتش این شکلیه و به نظرم که یه اعتماد به نفسی میده به آدم که اگه بری بررسی کنی مثلا حوزه دیجیتالشو، بخش دیجیتالشو، اینطوری که نه باید برم اینو درست کنم مثلا. اما انقدر چالش داره که عطاشو به لقاش میبخشی یعنی انقدر درگیر میشی، چون همه چیز برمیگرده به اون طرز تفکر آدم‌هایی که دارن بیزینس رو میچرخونن و مثلا همین میگم از دور ممکنه که جذاب باشه، حتی تو باهاش خاطره هم داری با اون برند و اصلا دلت میسوزه که بابا حیفه شما که اینقدر خوب دارین فعالیت میکنید، خوب دارید میفروشین، محصول با کیفیتیه، بسته‌بندی، یعنی به این چیزا، به همه اینا فکر کردین، ولی اون تصویری که توی ذهن مخاطب میسازی تصویر خوبی نیست، یا اصلا چرا این برندو خیلی های دیگه نمیشناسن، یا چرا مثلا این برند رو در مقایسه با برندهای دیگه میان پایین تر قرار میدن یا مساوی قرار میدن، در صورتی که خیلی قابلیت های زیادی داره که تو اگر اینطوری فعالیت کنی میتونی ذهن مثلا تاپ آف مایند همه باشی، اما انقدر باید کلنجار بری با اون آدم ها و تهش اینجوری میشه که بیزینس من که نیست. آره خیلی بیزینس من که نیست. من پیر شدم انقدر اینا رو مثلا گفتم، براش تلاش کردم و سعی کردم که بقیه رو متقاعد کنم که این کار رو انجام بدن. تهش بیزینس توئه و من با اینجا موندن انگار دارم که توی یه باطلاقی دست و پا میزنم که نه چیزی پیش میره، نه چیزی تغییر میکنه و نه تو دوست داری که تغییر بکنی و منم دیگه برام مقدور نیستش که زمان بیشتری رو برای مثلا متقاعد کردن تو و پیش بردن. آره احساس میکنم که خب جای دیگه شاید میتونم مفیدتر باشم و تو دیگه ترک میکنی. حالا با این نگاه تو اگر روزی از این شرکت اومدی بیرون همچنان حاضری بری با یه برند ناشناخته کار کنی؟ نه. آره. تو هم میذاری فیلتر گفتی آره؟ آره کار میکنم. آره؟ و ناراحت نمیشی اگه یه برند ناشناخته بیاد بهت پیشنهاد کار؟ خانم حسینی داره دریافته خودش. نه ناراحت نمیشم. اگر که بتونم نقش موثری توی اون بخش داشته باشم انجامش میدم، ولی شاید دیگه
با توجه به اینکه الان بهتر میتونم فیلتر کنم بر اساس نیازمندی های اون، بعد از مثلا چند سال بهتر میتونم فیلتر کنم، شاید به اندازه نیازش از تخصصم بدم. بگم که تو منو نیاز داری و پتانسیلت هم اینه، من به اندازه پتانسیلت به تو مثلا چی میگن بهش، کمک میکنم که بهتر بشی. حالا یه چالش رو بهت بگم، تو بعد اسنپ پیشنهاد کار اونطوری نمیگیری؟ چون نگاه میکنم حالا اینطوری میشه که اون دیگه اعتماد به نفس نداره به تو پیشنهاد کار بده. برای من اینطوری پیش اومده بود که خب این که همراه اوله میدونن دیگه حقوق و مزایاشو، من دیگه مثلا چه پیشنهادی بدم که مثلا اون از اونجا بیاد اینجا. حالا تو توی موقعیت برعکس قرار میگیری، پیشنهادات کم میشه، خیلی کم میشه. یعنی مثلا ممکنه که قبل از این هر وقت لینکدین رو باز میکردی مثلا هی پیام اومده بود و تو مثلا میتونستی رد کنی، بعد میرسی یه جایی که دیگه پیام نیست و حتی اگه تو هم بخوای این کار رو بکنی پیشنهادی سمتت نمیاد. آره این چالش برای تو هم خواهد بود. ولی به این فکر میکنی که مثلا اگرم شروع کردی با یه برند ناشناخته، تو قراره تو لینکدینت بزنی از اسنپ اومدم بیرون رفتم اونجا و مثلا باز یه تصویر جدید دیگه از تو داره نشون داده میشه. آره این که طرف مثلا از اینجا رفته اونجا خیلی سواله. ولی این موضوعی که دربارش صحبت کردیم، این که خب حالا برندها توی آگهیاشون ذکر نمیکنن، خیلی وقتا برای من پیش اومده که مثلا آگهی جذاب بوده یا شرح شغلی برام جالب توجه بوده و یه گفتگویی رو شروع کردم، برای من مهمه و میپرسم که اسم شرکت چیه. وقتی که اسمش رو شنیدم واقعا برام جالب بوده. یعنی من خودم این شکلی هم که فکر میکنم یه بخشی از سفر شغلیمو بودن توی برندهای مطرح، نه تعیین کننده اصلی، ولی برام جالبه. اگه مثلا پوزیشن خوب باشه، موقعیت خوب باشه و من دوست داشته باشم، احساس خوبی بهم میده که مثلا بگم جایی دارم کار میکنم که میشناسنش. تو فکر کنم می‌خواستی یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم در مورد شرکت‌های بزرگتر حالا یا تیم‌های بزرگتر اینه که وقتی از یه حدی شرکت و تیم بزرگتر میشه، اگر که بعد از مثلا یه مدتی دچار روتین نشن، جذابیت خیلی عجیب غریبی واسه تو به عنوان یه عضو جدید توی این تیم میتونه نداشته باشه. اگر که بخوای اونجا رو تجربه کنی که تجربه شد تا حالا از قدیم تا الان نداشتی، جالبه. ولی داخل اون فضا مثلا یه مدیر محتوایی میره، یه مدیر محتوای دیگه میاد جاش و همه چیز از قبل تعیین شده است. یه چارچوبیه که میذارن جلوش، میگن که ما بر این اساس پیش میرفتیم، از الان به بعدم بر همین اساس باید پیش بریم. شاید نشه اونقدر، یعنی برای من انقدر جذاب نیست که روی نوشته های بقیه به همون چیزی که بوده هیچ دستی نزنیم، همه همونطوری قرار فعالیت کنن، همه چی قرار همونطوری باشه و فقط آدم عوض شده. قراره که تو هم طرز تفکر آدم قبلی رو داشته باشی، یعنی همه چی کپی پیست دیگه. یه روندی چیده شده دیگه. آره یه روندی چیده شده و بر همون اساس باید پیش بریم. صرفا اپراتور میشی، تو یه اپراتور میشی که تعیین شده های بقیه رو فقط اجرایی میکنی. میتونه این خیلی توی شرکت‌های بزرگ میتونه اتفاق بیفته. از تغییر میترسن، ممکنه تو اونجا با یه روی کردی بری که یه سری پیشنهادهای جدید داشته باشی، ببینی که اونجا هم میتونه یه جور دیگه هم اتفاق بیفته. ولی میگن ما تا الان اینجوری رفتیم، جوابم گرفتیم، همینو پیش بریم دیگه، نیازی نیستش که تغییرش بدیم یا بخوایم مدلش رو عوض کنیم، یا مثلا ما تا حالا این کارا رو نکردیم، خوبم بوده برامون، چرا از این به بعد چرا مثلا ایونت شرکت کنیم، چرا این کار کنیم، مثلا چرا بریم نمایشگاه، چرا یه سری چیزهای دیگه، چراهایی که تو به هر پیشنهادی میدی با در بسته مواجه میشی، به خاطر اینکه تا قبل این کارا رو میکردن و جواب میگرفتن. تا قبل این پرسوناشون یا آدمای حسی بودن که خودشون فکر میکردن چرا تحقیقات بازار کنم که بفهمم مثلا واقعا مخاطبم اون هست یا نه. تا الان 50 سال اینطوری فروختیم.
یه چیز دیگه که سارا هم یه اشاره کرد، واقعا اگه دنبال حس قدرت باشی جاهای کوچیک این حس قدرت به تو داده میشه، به خاطر اینکه مدیر متوجه میشه که تو چقدر داری کار بزرگی میکنی، چون تکون میدی دیگه بیزینس رو قشنگ. ولی تو شرکت بزرگ تو واقعا گم میشی و یه نفری از بین مثلا 500 نفر مثلا که اونجا دارن کار میکنن. به هم بگو که کالچری چه شکلیه، مثلا روابط بین آدم ها چه فرقی میکنه توی شرکت کوچیک و بزرگ؟ دوتاشو تجربه کردی دیگه؟ تجربه کردم ولی جنسشون خیلی متفاوت نبوده. اگه بخوام شرکت بزرگ رو، شرکتی که هم بزرگ هم سنتیه معرفی کنم، آره تغییر میکنه واقعا. خیلی روابط سلسله مراتبیه، از بالا به پایینه. حتی مثلا من با اینکه مثلا یکی تجربه کاری کوتاه داشتم، یه چند تا مصاحبه هم توی شرکت‌های اینطوری رفتم و کاملا حسش کردم با گوشت و پوست و استخونم که تو در جایگاهی نیستی که بخوای مثلا با خانم دکتر فلانی مثلا بگی که اینطوری یا اونطوری، در حالی که مثلا توی یه استارتاپ فلته و تو مدیرت مثلا اینطوری که چطوری یا این کمپین کار کنی. تو حتی مثلا پیشنهاد تو خیلی پیشنهادت اصلا رد بشه، ولی تو نمیترسی از اینکه خودتو در جایگاهی نبینی که حرفتو بزنی. مثلا تایم مصاحبه رو می‌خواستیم جابجا کنیم، خانم پشت تلفن اینجوری کرد که خانم دکتر هد کل مجموعه و من در جایگاهی نیستم که بتونم این تغییر رو انجام بدم و ایشون این تایم خالی‌ان. تو دیگه باید بیای. من اینطوری بودم که خب من نمیام، ببخشید که مزاحم وقت خانم دکتر میشم. خانم دکتر به من نیاز داره الان تو این وهله، حالا نه من نوعی، یعنی اون دوست داره که جذب نیرو داشته باشه و خب برای تغییرش یه تایمی خالی کنه. حالا نه که این تایمی که من میگم، یه تایم دیگه ای. این که اون بنده خدا خودش رو در جایگاهی نمیدید خیلی برام عجیب بود. یه چیز دیگه هم که من تجربه کردم تو شرکت‌های سنتی این شکلی که قبلا اینطور بوده دیگه که آدما نیاز به کار داشتن و تو کارفرما رو تعیین می‌کردی که من چقدر حقوق میدم و چیکار باید بکنی چیکار نکنی. الان چون نیروی متخصص تو حوزه ما کمه، نیروی متخصص خوب، تو باید ناز اونو بکشی که بیاد برای تو کار کنه. میدونی یعنی اینطوری نیستش که این که من میگم باید همین باشه. اون میتونه به راحتی دیگه تو رو بذاره کنار و انتخابت نکنه و بره یه شرکت با فرهنگ بهتر و هنوز این براشون جا نیفتاده که واقعا اونا میتونن انتخاب کنن. این یه چیز دو طرفه است. خیلی چون تا حالا اینو نداشتم. یه فیدبکی که من گرفته بودم از یکی از همین شرکت‌ها بود که یه فرمی برای من فرستاده بودم، من بعضی از خونه هاشو خالی گذاشته بودم، پر نکردم چون تو رزومم هست و مثلا بهم گفتن که و یه سوالم خیلی خودمونی جواب دادم، با ادبیات خودمونی و صمیمانه جواب دادم بهشون و خیلی براشون عجیب بود، در این حد که توی جلسه مصاحبه عنوانش کردن و گفتن که قبل از اینکه مثلا قضاوت کنیم شما رو، می‌خوایم خودت توضیح بدی درباره این کاری که کردی. خودت بگو این چیه. بعد خیلی عجیب غریب بود. من یه توضیحی بهشون دادم و گفتن که آها ما فکر کردیم که شما نمیدونی با کجا داری مصاحبه میشی و فکر میکنی که مسخره گرفتی ما رو، مثلا که واشدی اومدی اینجا برای خودت هم نوشتی، خودمونی نوشتی فرمو و ما برامون خیلی عجیب بود. انقدر برامون عجیب بود که حتی رزومش این فرم پر کرده شما رو به بقیه بچه‌ها هم گفتیم که بچه‌ها چقدر به همه نشون داده که این اینجوری جواب داده و مثلا یک مورد عجیب مشاهده شد. آره دید یک مورد عجیب مشاهده شد واقعا. به جز این نگاهشون به مدرک تحصیلی تو، دانشگاه تو شرکت‌های سنتی هست، ولی مثلا شرکت‌های مدرن دیگه اینطوری که بلدی بیا انجام بده دیگه، مهم نیست چی خوندی و حتی تو حقوق تاثیر داره ها. میدونستی من اینو یه جایی تجربه کردم، مدرک تحصیلی تو حقوق تاثیر داره. فقط آموزش پرورش. یه
جای بامزه‌ای هم بود که من مثلا خب مدرک تحصیلیم با زمینه کاری متفاوته. من طراحی شهری خوندم ولی خب دارم توی فضای مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنم. اون فردی که داشت منو مصاحبه میکرد گفتش که چه جالب شما دانشگاه تهران درس خوندین. تمام کسایی که اینجا کار میکنن دانشگاه تهران درس خوندن. که خب چیکار کنم؟ حتی آقای دکتر هم دانشگاه تهران درس خوندن. آقای دکتر و وسطش هم پرسید خانم حسینی کجا خوند؟ دقیقاً که شما خانم حسینی رو میشناسید، ایشون کجا خوندن؟ من نظرم دانشگاه تهران 10 سال پیش من یه جایی یه درسی خوندم دیگه، گذشت دیگه. یه چیز دیگه هم که تجربه شده اینه که حقوق قبلی چقدر بوده و بر اساس اون من حقوق مثلا میدم، در حالی که اینم باز روی کرده سنتی ها. دقیقاً، چون تجربه های مختلف تو شرکت های با مثلا سایزهای مختلف به اضافه این که تو مسئولیت های مختلفی به تو میدن خیلی تاثیرگذاره توی اون میزانی که تو دریافت میکنی. و عجیب غریبه که تو شرکت مثلا چقدر حقوق میگرفتی، حالا اگه اون شرکت کوچیک باشه و من مثلا با توافقاتی که با هم داشتیم اوکی باشم با اون حقوقه، لزوما دلیل نمیشه که اوکی باشم. یا حتی اینکه خیلی زیاد دارم از اون شرکت میگیرم نسبت به کاری که برای شما میخوام انجام بدم، من یه حقوق پایین‌تر میگم، مثلا چرا باید مثلا بالاتر بگم؟ ولی اصلا اینا رو انگار که درک نمی‌کنن. اون سلسله مراتبه که تو شرکت‌های بزرگتر هست، اینکه هر چی هی بمونی بیشتر بره بالا و اینکه مثلا اون آدمه یه حدی داره. مثلا شاید تو معیارهای شرکت تو یه جور دیگه تعریف کردی که مثلا مدیر انقدر حقوق بگیره، کارشناس انقدر حقوق بگیره. اصلا حقوق کم میخواد بهت بده، میگه شما میتونی اینجا مدیر باشی. بعد تو میگی من هدفم نیست مدیر باشم. ولی مدیر رو بالاتر میدونه از مثلا تو که داری اون تخصص رو انجام میدی. انگار که مثلا نهایت تو اینه که میتونی مدیر باشی. اینکه خب نمیخوام. یه چیز دیگه ای هم که هست، بازم این رفت داره به همین سلسله مراتب. روال ها خیلی کنده، خیلی کاغذ بازی آره، و این شکلیه که همین چیزی که صدیقه میگه، به هر حال اون مدیر باید بدونه که تو ممکنه یه عالمه پیشنهاد شغلی دیگه اون بیرون باشه منتظر تو و تو داری رصد میکنی، حذف میکنی، یکیشو انتخاب کنی. ممکنه مثلا توی 2 ماه تو دیگه اونجا نباشی، تو دیگه آماده نباشی اونجا بری. اصلا اهمیت فوریت رو متوجه نمیشن. یه پست سوشال میخوای بری، باید یک روز بگذره آقای مدیر و فلان و فلان و فلان اینو ببینن. خب آقا این پست سوخت شده اصلا کجا دیگه روز فردوسی رو از دست دادی. مثلا مناسبت خاص میخوای کار کنی، این نفر باید تایید کنه. من اینو تجربه نکردم ولی شنیدم. من تجربه داشتم. آره بچه‌ها برای من روایت میکنن. بچه‌ها من فکر می‌کنم درباره همه دغدغه‌هایی که داشتم تو انتخاب اینکه یه برند شناس یا کسب و کار ناشناس رو بخوایم انتخاب کنیم صحبت کردیم. یه چیزی که دوست دارم بگم اینه که ما اساساً دنبال این نبودیم که یک پاسخ متقن بدیم به این پرسش، به خاطر اینکه خب به هر حال هر کسی با انتخابای خودش و شرایط خودش میخواد تصمیم بگیره. ما دنبال این بودیم که نگین به عنوان کسی که تجربه این مسیر رو داشته از روایتاش بگه. حالا اگه موضوعی مونده بگیم بهت. من فکر کنم که نگین چون توی یعنی تجربه هر دو رو داشته، هم مزیتاشو گفت، همین که چه چالشایی ایجاد میکنه گفت، من و سارا هم همینطور. و فکر میکنم من نکته‌ای ندارم ولی دلم میخواد که با یه مهمون دیگه هم درباره این موضوع صحبت کنیم، چون همچنان موضوع مهمیه. اگر این دغدغه‌تونه برامون کامنت بذارین و یه چیزایی از سفر شغلیتون بهمون بگین که بدونیم که میتونیم درباره این موضوع باهاتون صحبت کنیم یا نه. این خیلی خوبه، یعنی واقعا خوشحال میشیم. و نگین اگه نکته‌ای مونده بگو. من که خیلی خوشحال شدم دیدمت، هم بعد مدت‌ها دیدمت، همین که بالاخره سفر شغلی تو از اول تا آخر یه مروری کردیم و اینکه راجع به این موضوع هم با هم حرف زدیم. دمت گرم که اومدی. نکته مونده بگو. نه نکته‌ای نمونده. به نظرم تمام زوایا و خفایای تمام این تجربه‌های مختلفی که من داشتم با هم بررسی کردیم از 3 زاویه دید. از 3 زاویه مختلف. و دم شما گرم که منو دعوت کردید. مرسی، خیلی خوشحال شدم که تجربیاتمو مطرح کردم و باز هم همونطور که سارا جون گفت
هیچ رأی حکم کلی نمیشه صادر کرد که شرکت‌های شناخته شده با تیم‌های بزرگ و اینا بهترن یا اینکه نه شما یه تیمی رو خودت رشد بدی و از مثلا لول‌ها و استیج‌های پایین‌تری به یه کسب و کاری اضافه بشی. خیلی هم به شخصیت آدم بستگی داره و موقعیتی که توش هستی، ولی قبول داری باید عظمت در نگاه ما باشه، نه برای دیگه به اون نگاه دقیقاً عظمت باید توی نگاه ما باشه، نه تو اون چیزی که بهش می‌نگریم. واقعاً خیلی نکته مهمه. مرسی نگی که اومدی، به من خیلی خوش گذشت، خیلی دوست داشتم موضوع رو که خیلی دوست داشتم، گفتگومون رو خیلی دوست داشتم و لطف کردی. ما یه هدیه خیلی کوچولو داریم برات، کتاب اتاق کار که جستارهایی هست از نشر اطراف. در مورد اتاق کاره. در مورد اتاق کاره. آره و اسم برنامه ما هم از اینجا میاد. مرسی. یعنی با خوندن این کتاب بر من شروع شد. خیلی ممنونم، متشکرم ازتون. و دمتون گرم که ما رو دیدین و شنیدین. مرسی که ما رو انتخاب کردین و خدا نگهدار.